شامگاهی در ره بودم روان، تن به جان و دل به فکر آب نان. من نمیدانم چنان شد یا چونین، پای من لغزید خوردم بر زمین. رهنورد مهربان سویم دوید، دست او تا زیر بازویم رسید. بیخ گوشم گفت لنگی یا که مست، وارسی کن بین کجا هایت شکست. گفتمش نی می پرستم نی علیل، افتادم خود نمیدانم دلیل. یا گناه از کفش و یا تقصیر پای، گیر دستم تا که برخیزم ز جای. دست من بگرفت و با دست دیگر، کیسه ام می جست تا یابد مگر. من به فکر آن که او مرد خداست، او در این سودا که جیبم در کجاست. ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. یادم آمد گفته مولای بلخ، آن گرامی گوهر یکتای بلخ. چون بسا ابلیس آدم روی است، از به هر دستی نباید داد دست.